به نام خدا، عرض سلام مجدد دارم خدمت تمامی دوستان و امیدوارم حال همتون خوب باشه. در این آموزش میخوایم در مورد پارک دوبل صحبت کنیم که قطعا یک از سوالات مهم آیین نامه است در آزمون شهری. الان میخوایم یک توضیح کامل به صورت تصویری بدیم راجع به پارک دوبل. خب ببینید، برای پارک دوبل اول اینکه قبل از اینکه کنار خودروی پارک شده متوقف بشیم و بخوایم عمل دوبل انجام بدیم، اول از آینه باید جریان ترافیک رو تست کنیم که ببینیم در چه شرایطی هست، ماشین میاد نمیاد، تا بتونیم عمل دوبل رو بدون خطر انجام بدیم. میتونیم خودروی پشت سر چک کنیم، خودروی بغل چک کنیم، ببینیم کسی میاد نمیاد. این خیلی مهمه. و باید فضای مناسب هم داشته باشیم برای پارک خودرو. فضا مناسب بین دو خودرو، اگه دو خودرو پارک هستن میخوایم پارک دوبل انجام بدیم، فاصله مناسب باشه که بتونیم خودرو رو در مکان مناسب قرار بدیم. خب طبق تصویر اول به موازات خودرو کج نباید باشیم. خب به موازات خودرو، کنار خودرویی که میخوایم پارک دوبل ازش بگیریم وای میسیم و مثلا فاصله 40-50 سانتی باید باشه حدودا، و 1 متر هم جلوتر از خودرو باشیم. 1 متر جلوتر و فاصله کناری 40 تا 50 سانتی متری. قرار که گرفتیم باید دنده عقب بیایم. حالا حالت آر رو قرار میدیم، در آر خودروی معمولی اتومات باشه که میبینید در تصویر. حالا این زمانی که میخوان دنده عقب بیان، به پشت سر طرفین هم حتما نگاه کنید، آروم آروم بیان به سمت عقب. زمانی که از شیشه در عقب، مخصوصا اون شیشه کوچیک داره بسیار مثلثی هست، در اکثر خودروها هست، انتهای خودرویی که پارک شده رو باید بتونیم ببینیم از اونجا. زمانی که انتهای این خودرو رو دیدین از اون پنجره کوچیکی که داره، حالا وقتشه کم کم فرمون رو به سمت خودروی پارک شده بگردونیم، یعنی به سمت راست بچرخونیم. خب با توجه به موقعیت که هستیم، چون میخوایم سمت راست پارک کنیم، راهنمای سمت راست رو از قبل میزنیم، مقداری به عقب حرکت میکنیم تا از وسط شیشه در جلو بتونیم انتهای خودروی پارک شده رو ببینیم. به این صورت، به طوری که مثلا جلوی خودرو در موازات پشت خودروی پارک شده قرار بگیره. حالا فرمون رو به سمت مخالف میگردونیم، مخالف اون خودرویی که پارک شده، تا خودروی ما کنار جدول به طور مستقیم با فاصله مناسب قرار بگیره. خب حالا اگه فاصله‌مون یکم کمه با خودرو جلویی، میتونیم کمی جلوتر بریم و در فاصله مناسب، مثلا 1 متر جلو 1 متر عقب و 45 سانت از جدول فاصله داشته باشیم که بهترین وضعیت خودرو به همین صورت هست. بسیار خوب، این از پارک دوبل که نیاز به تمرین داره، با تمرین بیشتر انجام بدید تا بتونید توی آزمون شهری حتما اینو به نحو احسن انجام بدید. زیاد تمرین کنید که بتونید استرس رو کاهش بدید و انشالله که دوستان آزمون شهری رو به خوبی پشت سر میذارید و گواهینامه‌تون هم میگیرید. دوستان شاد و پیروز باشید.